یعنی در خوردن آشامیدن خدا نگهدار زیاده روی نکنید، اسراف نکنید، یعنی پرخوری نکنید. همین آیه شریفه را استدلال کرده، بنابراین در تمام کتاب‌های فقهی در کتاب کراهیت من مختصر در شرح بخاری و هدایه هم و حرم الاکل فوق الشبع میگه خوردن غذا بالای سری حرامه. خوب حرام بعضی رو معنی مکروه تحریمی هم در کنار حرام نیست، نزدیک به حرامه. یعنی به خاطر همین است که باید مسلمان پرخور نباشه. وقتی که سیر است بالای سریشت باید غذا نخوره. غذایی که مجبوری بالای سری میخوری به نظر شریعت این غذای گویا حرام است. یه عدد حکم مکروهی گیریم یا غذای مکروه تحریمی است. چقدر که از لقمه حرام پرهیز میکنی باید از خوردن بالای سری همون کسی پرهیز باید کرد. حدیث هم رسول اکرم گفتن بحسب ابن آدم لقیمات یقیم صلبه. گفتن برای فرزند آدم همون قدر غذا کفایه میکند که کمرش راست شود، چطور مهرش راست گرده و با اون حرکت کنه و کارش کنه، بنابراین پرخوری نکنه. ثانی گفتن اگر فإن کن لابد آکلی اگر رفت و خلاصه بسیار به خوردن رغبت داشته باشه، به غذا خوردن رغبت داشته باشه، این حدیث صحیحه. حضرت بعد چنین توصیه دادن به ما امت هاشون، گفتن فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. معده رو گفتن 3 قسمت کنه، 33 فایز معده به طعام خوره، 33 فایز دیگرش به آب و چای و شراب خوره. شراب گفته با عرق نفهمی، شراب این تاجیکیش نوشاکی بنوشه و 33 فایز دیگرش خالی گذاره. برای چی؟ برای که نفسش آزاد برایده رود. آن اگر افزا همینا رو با مسلمان ها رعایت کنیم انشاءالله نه فشار میشیم، نه قند میشیم، نه اینفاق میشیم، نه اینسولت میشیم. حاضر منم تلویزیون ها هم تماشا کنیم، هر روز در زیر هم برنامه یکم تاجیکستان درباره فربهی و چاقی هشدار داده شده که اکثری مرگ و میرها تمام میخواین BBC و اینها که همیشه میگن سببش همین پرخوری است. اکثر مرگ و میرها از این دولینی و از این قند و از این شده، همون فشار و قند بالاخره آدم با سکته قلبی و سکته مغزی که اینسولت اینفارکت میگن برسونه. اما اگر از ما طبق دستورالعمل های اسلامی عمل کنیم رو انشالله همه بیماری هم گرفتار میشیم. آن شیخ سعدی حکایه میکنه که یکی از پادشاهان عجم میگوید، شاید پادشاه مصر بود، میگه طبیب برای خدمت اصحاب به مدینه منوره فرستاد در عصر رسول اکرم. طبیب قریب 1 سال در مدینه استقامت کرد، کسی میگه به اون مراجعت هم نکرد که من تبابت کنم، من با مثلا معالجه کنم بیماری من. بعد دید که دیگه در مدینه اقامت کردنش یه امری زیادتی بیفایده. و یه روز آمد حضرت رخصت خواست که با ما رخصت که به وطن برگردیم، چون نگاه میکنم در شهری شما کسی به ما محتاج هم نیست، نیازمند هم نیست، حاجت دیگه نیست در این شهر استادنی ما. حضرت گفتن باشه من رخصت هم میتونیم برگردیم به وطنتون. و ثانی قبل از برگشتن گفت یک سوال دارم از شما. گفتن بپرسیم. گفتن حکمت در چیست که مردم شما بیمار و رنجور نمیشن، تسلی نداره؟ به رسول اکرم یه سخنی گفتن که یعنی دستورالعملی مثلا خیلی برای طبیبا هست. گفتن به خاطر آن ما بیمار و رنجور نداریم که ما مسلمان ها تا گرسنه نمانیم غذا نمیخوریم. همین که غذا خوردیم قبل از آن که سیر شویم بس میکنیم، دست از غذا میکشیم. طبیب گفت درست گفتی. اصل تمام تندرستی، ریشه تمام تندرستی همین سخنه که باید غذا را در وقت گرسنگی خوری و قبل از آن که سیر بشوی دست از غذا کشید. این صورت اون غذا در بدن شما چرب میشه و میکنه. و الا اگر تو آروغ آمدن خوری اگر اشتباه معده رو پر کنی و حتما درد سرد میشه.
و با فشار گرفتار میکنه وقتی عادت کنیم به همین. بنا خاطر همین کم خوردن خوبه. برای روزه هم پروردگار یه حکمت مشروعیت روزه همینه که مسلمان باید پرخور نباشد، مسلمان باید کمخور باشد تا اینکه به همین روزه عادت کنه، با همین رژیم روزه انشاءالله از همه بیماری ها سلامت میمونه. حالا امروز بسیاری آدمای کسلی قند و کسلی مثلا فشار دارن یا کن با روزه رو آوردن، با روزه خداشون معاوضه میکنه. به حکمت خدا روزه رو فرض نکرده. رسول اکرم گفتن صوم و تصح و روزه داره تا اینکه تندرست و صحت بمونه. از این خاطر علم طب هم میگوید که انسان باید حرکت کند، وزن اضافی نداشته باشد. نه الان گفتم که همین اسکلت انسان، هیکل انسان مانند ماشین است. ماشین ببینید هر ماشین گرد پریام نیست داره به قول اروپا گوییم. این یک حد اعتدالی مثلا نهایی باربرداری داره. ماشین 10 تانه است، ماشین 2 تانه است، ماشین 20 تانه است. اگر فرض کنید ماشین 10 تانه شما 20 تن بر کنید باید البته مشکله، اون ماشین در حال از کار میبره. اگه انسان هم مانند همین خدا خلق کرده. وقتی شما را قامتتون 1.70 باید وزن میان شما 70 باشه. 70 زیاد خیلی 5 کیلوش اونقدر خطر نداره. وقتی که 10 کیلو میشه زیاد، وقتی مثلا وزنتون 70 چی قطعا 1.70 وزنتون 80 میشه، وزنتون 90 میشه، وزنتون 100 میشه. شما گویا 30 کیلو بار زیادتر پشتاره کرده داشتید. این حتما در سلامتی ضرر داره. خون غفص میشه و رگا تنگ میشه و چربی زیادتی در شکم پیدا میشه، آدم غفص میشه و بنابراین خیلی آدم غفص کسل میشه و میبینید از فشارش بلند شده یا قند گرفتار شده. از این خاطر حرکت کردن در کار با همین دستورالعمل‌های اسلامی عمل کردن. جوانای خوب خصوصا در جوانی حذر کنید. تو همین 40 سالگی آدم ارگانیسمش با قوت همه چیز میبره. 40 سالگی بیماری‌ها شروع میشه، خصوصا بیماری قند و فشار هم اینا همون 30 سال شروع میشه. خیلی محفلی که شب به خاطر ما دوری هم جمع شدیم دوستای عزیز، اکنون راه ما دور و فرصت زیاد ششتن نداریم. چنانه که با ما خبر دادن برادر ما چنان داشت قاری محمد سعید برادر ما به خاطر جشن عقیقه و نامگذاری پسری حال نخستینشان که خداوند با پسرهای دیگر فرزندهای دیگر هم با خداش براش نصیب گردانه. نامشان بهترین نام گذاشتن محمد صالح و همین منظور این محفل خیر برگزار شده است و ما و شما در این محفل الحمدلله شرکت داریم. ضیافت عقیقه برادرای عزیز دانسته ماند ضیافت سنتی است، مانند ضیافت ولیمه که ضیافت توی نکاح است. اینم در اسلام حکمش سنت مؤکده است. مذهب جمهور سنت مؤکدش میگه، مذهب ما خیلی حکمش مستحب میگوید. اما با بعضی مذهب ها هستن که مثلا من امام محمد یک قسم از علماءشون حکمش واجب میگوید. دلیل اونهایی که همین عقیقه را واجب میگویند اون است که بعضی صحابه ها که در خردسالی پدراشون براشون عقیقه نکرده بودن، بعد که رسول اکرم توصیه هاش در باب عقیقه سفارش و امرهاشون در باب عقیقه که شنیدن در ایام کلانسالی برای خودشون عقیقه کردن. همین دلیل کرده بنابراین معلوم میشد که حکمش واجب است که اونها گویا که یک واجب شرعی رو بعداً قضا کردن، یعنی ادا کردن. خب به هر حال مستحب که باشد، هر خیر و احسان و سخاوت که در محفل عقیقه در ضیافت عقیقه صاحب جشن میکند همش اجر دارد، همش ثواب دارد. چون این محفل عبادت است، محفل طاعت است، محفل است که در واقع خوشنودی خدا و رسول خدا هست. رسول خدا هم فعلا این کار کردن در حق نبیهاشون، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن و از فاطمه شریک نبیهاشون هم توصیه کردن، ترغیب کردن امتشون. الولد رهین بعقیقة تذبح عنه یوم السابع، حدیث ترمذی است، حدیث حسن است. یعنی حضرت حتی فایدهش هم گفتن، حکمتش هم گفتن. همین طفل نوزاد
تندرستیش از بیماری ها، از آفت ها، اینچنین صلاحش آینده صالح می شود یا فاسد می شود. در گروه همون ضیافت عقیقه است که مثلا در روز هفتم ولادت از جانب او پدرش مثلا ذبح می کند. روز هفتم ولادت یعنی 7 روزگی. خب با دیگه روایت ها هست 7 روزگی امکان نشد، 14 روزگی 14 روزگی امکان نشد، 21 روزگی تا 3 هفته. بنابراین بهترین وقتها برای همین ضیافت عقیقه است. بعد از اون کی میسر شود تا زمان قبل از بلوغ. پسر دختر فرد در عقیقه برابر پسر دختر هر دوش باید کرد. رسول اکرم هم نبیره های پسریش هم میکردن، هم نبیره های دختریش هم میکردن. از فاطمه دخترم شده دیگه، زینب گفتن دختر تولد شده دیگه بعد امام حسن امام حسین همش عقیقه کرده گشتن. فقط در باب پسر گفتن اگر پدر شرایط داشته باشه 2 مول ذبح کند، اگر دختر باشه 1 مول ذبح کند. اما اگر رفت 2 تا نباشه 1 تن کفایه است. مال عقیقه همون مالی که در قربانی است. کدام مالی که در قربانی با کدام سن و سال با کدام صفت جایز است، در عقیقه هم همون جایز است. چنانه که قربانی رو با گوشت خریده نمیشود کرد، عقیقه هم با گوشت خریده نمیشود کرد. چنانه که مال معیوب و ناقص در قربانی جایز نیست، در عقیقه هم جایز نیست. بنابراین مال بیعیب. گوسفند باید از 6 ماه بالا باشد، بز باید از 1 سال بالا باشد. گاو اگر میکردگی باشد 2 سال طول کردگی 3 سال باشد. خلاصه همون شرط هایی که در قربانی هست. خب اصل نام کلمه عقیقه چیست؟ کلمه عقیقه همون مالی که به خاطر همین ضیافت ذبح میکنن همون مالش عقیقه میگن. تذبح عنه گفتن الولد رهین بعقیقه تذبح. تذبح رو نایب فاعلش همین عقیقه، یعنی همون عقیقه که او رو ذبح کرده میشه. ذبح البته مال میکنن یوم السابع روزی هفتم. در یه حدیث دیگر که اینا امام حاکم و دیگرها روایت میکنه حضرت گفتن الولد یعق عنه یوم السابع و یسمى و یمات عنه الاذى. فرزند وقتی تولد شد روز هفتمش براش عقیقه کرده می شود، نام گذاشته می شود و اون چیزی که باعث اذیت اوست او رو دور کرده می شود. یعنی اگر پسر باشه ختنه کرده می شود، دختر باشه یا سرش تا می تراشن. همین تراشیدن سر در روز هفتم ولادت یا ختنه کردن در روز هفتم ولادت، اینها هم از جمله مستحبات هست. اینا خیلی فایده های خوب دارن. خوب، خلاصه کلام این هم یکی از حقوقهای شرعی است. همین فرزند در رحم مادر با ید قدرت الهی ساخته می شود. شما یک بار تفکر کنید چرا ماشین‌های رنگارنگ می‌بینید می‌پرسید در کدام کارخانه ساخته شده؟ تویوتا یا مرسدس یا خورستان کجا کارخانه‌هاش معین می‌کنید؟ یا ربات حالی آدم شکل برآمده، ربات‌های هوشمند. حالا میگن ربات‌های اجتماعی میشه، احتمال سالهای آینده در خانه‌هامون دیگه خدمتمون ربات‌ها میکنن. همین ربات دیگه صورت آدمی داره، گرم میزنه، کار میکنه. همین خیلی احتمال دیگه بازارا میخریم میبریم خانه‌روبی و دیگه طبخشویی دیگه اونا میکنن. چرا یک همین تکنیکی رو میبینید میپرسید که در کجا ساخته شده است، مال کدام کشور کی ساخته است توش. اما یه بار فکر نمیکنید خود انسان در کدام کارخانه ساخته شده. اینو صانع و سازندش کیست؟ کنسترکتور این کیست؟ خالق و آفریدگار اینو چخیل ساخته شد؟ یک بار پیدایش خدا قرآن رو میگه فلیانظر الانسان مما خلق. یعنی باید انسان اندیشه کنه، تفکر کنه از چی ساخته شد، در کجا ساخته شد که او رو ساخت. همون میدونه من یعنی از ازدواج پدر و مادر و از جفت شدن اونها با همدیگر ما به دنیا میبینیم. اما نقش پدر و مادر مانند چی هست میدونیم؟ نقش دهقان و زمین. دهقان تخم زیر خاک میکنه، میوه خواب میره، با قدرت الهی تو سر بکشه میبره. پدر ما برای تسکین شهوتش قطعی مادر ما هم خوابیدگی میکنه، تخم در رحم مادر جا میگیره، اما در اون رحم مادر او چگونه ساخته میشه. فیلماشو در تلویزیون ها دیگه هستی هم انسان سپرمش چخیله، حجیر تخم مرد، حجیر تخم زن، زن تخمهاش، حجیر تخمهاش، تخمدانهاش استحصال میکنه. 2 تا تخمدار دارد، بالای مثلا رحمش ده، بالای خیچک ده.
تخمدانهای زن در یک ماه همگی یک بار تخم استحصال میکنه، همه یک دانه، گاهی دو دانه. اگر دو دانه شده دوگانه میشه، یک دانه شده یگانه تولد میشه. اما سپرم ایمار اون قدر زیاد است که در یک ریختن قریب چند میلیون کلمک مثلا به صورت کلمک یعنی صورت شلوک حرکت میکنه. از همین چند میلیون خارج میشه دیگه یک تش باردار میشه. با چی؟ با تخم زن در نیچه که از تخمدان برحم است. در همه جا هر دوش با هم جفت میشه. وقتی با هم جفت شدن با قدرت الهی شروع میکنن به تکاثر و توالد، یعنی زیاد شوی چون این علم ژنتیک حساب میکنه به صورت کوادراتی است. مثلا 2 تا 4 تا میشه، 4 تا میشن 8 میشه، همه خیلی زاید شدن میگیرن. و هفته یه مقدار یه هفته در پرابیرک هست در این نیچه از تخمدان به رحم، بعد دیگه میافته در داخل رحم. میده اونو میلیون ها به تبدیل میشه، میلیون ها کشیدن میده به صورت خون سرخ و شکلش میداره. در داخل وای میدانی اگه چی شروع میشه؟ ساخت و ساز جسم ما شروع میشه. ببینید خداوند چه قادر است که مصالح ساختمانی هم از خود همون حجره ها خودمون میسازه. همون حجره هایی که میلیون ها و میلیاردها به تبدیل یافتن دو تا عدد بودن، همونها گویا که مثل گروه های ساختمانی بارن موظف میشن به ساختن جسم انسان. یه عیدش مثلا اسکلت بدن میسازه، یه عیدش سر با مغز سر و چشم و گوش میسازه، یه عیدش عضوهای داخلی رو شده. با نیاکنه هر عضو در جای خودش، چشم به جای خودش، اشتباه نمیشه که چشم در بالای سر ساخته شود، گوش در جای خودش با عضوهایی که جفتن. ببینید یک خیلن، دو چشم یک خیل، یکش کبود یکش سیاه نمیشه، گوش هم یک خیل، رزمیراشون اندازه یکش دراز یکش کلته نمیشه، حتی دستامون پاهامون یک به صورت یک حال. بعضی زوادهای ماشین سازی رو میبینه ربات در میچسبونه، کفات میچسبونه، موتور میگذاره، حیران میشه که این چقدر انسان ساخته. او در رحم مادر از این دقیق تر ساخته شده است. یعنی از پیوندها خود به خود ساخته شده هستند. خوب اون جسم در رحم مادر وقتی که مثلا انکشاف می‌یابد احتیاج به غذا دارد، باید به غذا رسد، اکسیژن رسد، آب رسد، ویتامین ها رسد، سفیده و چربی و کربوهیدرات ها رفتنش در کار. قدرت خدا رو با پروردگار هدایت تکوینش یا لوله ناف از یا لوله یا تربکه از ناف کودک ساخته می‌شود، در دیوار رحم پیوستش میکنن. فهمیدی؟ برای چی؟ برای که از طریق خون مادر غذا به همون جنین، او جنین میگن در داخلش کم به جنین رسیده ایسته، از همونجا همه غذای لازمه رو خدا میرسونش. ببینید خوب کامل که شد، از اون زمانی به این دنیا سفر کردن شروع میشه. اون دنیای اول مونه، رحم مادر مونه، همینه دانه دنیای اول مونه. 9 ماه ما در اون رحم مادر زندگی کردیم. ببینید در اون زندگی رحم مادر ما با مهنت خود رزق و روزی نیافتیم، خدا رزق و روزی ما رسانید. خداوند خودش رزق و روزی رو رسانید. ما مهنت کردیم. با نوع زندگی ما رو میکنه دیگر است. از طریق دهان و عضوهای هاضمه غذا نمیخوریم، ما از طریق همین لوله ناف خون غذا رو میگیریم. فهمیدید؟ عصاره غذا رو میگیریم، شیره غذا رو میگیریم. بنابراین اونجا قضای حاجت نیست، پیشاب کردن نیست. در رحم مادر و کلی شدن میپوسه میره چی مادرامون. نوع زندگیمون در رحم مادر از نوع زندگی دنیا ما فرق میکنه. خوب وقتی که تیار شدیم امر از جانب الهی میشه، موشک‌های کاس مادرمون در کار میداره، موشک‌های رحم در کار میداره، یا طفل تیلی میکنن که در دیزایمان میدن خبر میتی از مادرها را به دنیا میاره. خوب وقتی که به دنیا آمد خودت در حال چی لوله نافش میبرن. اول کاری که میکنه دایه اما تربکه نافش میبرن. وقتی که لوله ناف برید این معنی که رزقی این کودک دیگه قطع شد، اما کنلی که رزق روزش می آمد اکو بریدن دیگر این از جای دیگر غذا رساندن در کنه. حالا این نه دندان دارد نه کام و زبان دارد. ببینید خداوند پیش از آن که طفل به دنیا بیاد پیستانهای مادر که قبلا یک قطره شیر نداشت، پدر حتی می مکیدش یک
رطوبت یک قطره رطوبت نمیبره چیزایی که پستانهای مادر به صورت دو فابریک شیربراری در کار میدارد. از خون سرخ خداوند ببینید شیر صاف مصفای گوارایی که بهترین غذا برای طفل است. یگان کارخانه های مصنوعی اروپا و امریکا که من از شیرهای مصنوعی بازار پره کن همه طبیبا توصیه میدن که خصوصیت شیر مادر نداره. هر طفل 2 سال اگر کاملا شیر مادر کنه و 1000 بار سلامتیش بهتر است از اون طفلی که با شیر ملکا و با این وای تربیت میکنه. همه این طبیبا تصدیق میکنن. اون شیر بناکه با امر الهی با هدایت تکوینی مادر خبر نداره. پستانها پر از شیر میشه برای چی؟ برای که مهمان نوزاد ولی نه غذا خورده میتونه رنگی ما نه گوش بیرون و نه نان و نه برای با همه شیر مادر هم گوش بیرونش میشه هم مثلا همه غذای لازمش به هوای خودم میرسونه. خوب ببینید گفت حضرت مولوی فرماید جنونیست یا مدین هاست یا نظم داره میگه تو را مهری پدرم خیلی امر مهمه برای خاطر تربیه ما. اگر پدر مهر نداشته باشه برای ما که زحمت نمیکشه. این روزا همه ما برای خاطر کودکمون جان میکنیم در بازارها و در کارها که همینو این مهر کی در دل ما انداخته؟ این مهر کسبی نیست، این مهر فطریه. نه تنها در ما حتی در حیوان ها هم هست. حیوانات چوجوش که برای تا پرانچک شدن شد نیا کنی یک مهر خدا در دلش پیدا کرده تا تربیت میکنه با وی میرسونه. این هم هدایت تکوینی الهی است. خداوند این آفریدگی در وجود ما. تو را مهر پدر با شیر مادر میگه یقین دانی که هست از لطف داور. این از نوازش های خدا است میگه بندیمون یا با اینا رو فکر کنه. بیکر اینجا اگر شفقت برادر بعضیا در این دنیا رزق خود ایناشون میدونن از حکومت میدونن زمان سرتی در پرسیه میدونست خودمان بودن پرسیه ما رو نون میتیه رزق میتیه. خوب اینجا پرسیه نیست نون و رزق داد. کی را داد رزق اندر بطن مادر؟ این نوح رو در بطن مادر کی رزق رو داد؟ اونجا دیگه پرسیه نبود، اونجا دیگه برادر نبود. بیکر اینجا اگر شفقت برادر کی را در رزق اندر بطن مادر درونی پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و رزقت کرد نزدیک. در همونجا خداوند در اون پرده های رحم پرده مثلا جنین پرده مثلا شکم 3 تا پرده است. فهمیدی؟ خود رحم یا دیوار داره با شکم یا دیوار داره با یه پرده تونه که اونجا که پیچان میگیرید 3 پرده است. قرآن این خلاص ذکر میکنه خدا فی ظلمات ثلاث در 3 تاریکی خدا میگه درونی پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و رزقت کرد نزدیک رسانیدت به اعزاز و کلانی. من اون که جوان مرد شدی چی کردی بندگی تو ای فلانی؟ یک بار خود سؤال کن این خدایی که این قدر لطف و مهربانی و نوازش در حق تو کرده است تو با او چی معامله کردی؟ آیا حق خالقش حق رازقش به جا آوردی؟ آیا با سرت در برابر گذاشته سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم تو تعظیمش کردی سجدش کردی یا نه؟ برعکس مخالفی امر او زندگی کردی موافق رضای دشمن او که شیطان از زندگی کردی هم مخالف امر خدا. کجا شد انصافی تو؟ خلاصه وقتی که انسان اکنون به خاطر ما ذکر کرد وقتی که انسان باید قدرت الهی ساخته می شود این ضیافت حقیقی میدانه این دم شکر است. این ضیافت شکرانه است در عوض این نعمتی که خدا برای ما عطا کرده است. پسر من حال نو قاری محمد سید و 3 تا دختر پی در پی شد و 4مش پسر شد. البته این پسر و دخترم انتخابی مثلا جنس فرزند اینا به اختیار مرد و زن نیست به اختیار خدا هست. خدا قرآن میگه استعیذ بالله یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. انسان ها رو بنده ها رو خدا 4 قسم کرده. یکی خدا میگه ما فقط دختر میتونیم پسرش نمیتونیم. یکی فقط پسر میتونیم دختر نمیتونیم. از اون جمله ما هم که همه پسره دختر نداریم. یکی خدا میگه ما جفت میتونیم پسر دختر میتونیم. یکی خدا میگه ما برای خاطر عبرت دیگرها و شناختن قدر فرزند قدر نعمت فرزند عقیمش میکنیم. این بی ذریه و بی نسلش میکنیم تا اینکه اونایی که فرزند دارن قدر فرزند دارن. و قدر فرزند آدمایی که خانه فرزند نمیدانن از اونایی که فرزند ندارن بپرسن یا اونها رو نگاه کنن. و حضرت سعدی میگه که چه دانند جیحونیان قدر آب زیبا ماندگان پوست در آفتاب. البته کسی که در لب دریا زندگی میکنه قدر آب نمیدونن اما اونایی که در بیابان به آب زندگی میکنن و قدر آب میدونن. خانم پور فرزند باشه قدر فرزند نمیدونن.
اما خانه که صدای فرزند نمیبرد از اونا پرسید که فرزند یعنی چی نعمتی است. بنابراین خلاصه در عوض این نعمتی که خدا برای شما نصیب و روزی گردانیده است، از این خاطر وقتی که دختر تولد میشه هیچ وقت مردان ناریزگی نکنید، اعتراض نکنید، زناتان مثلا گپ‌های نادرست نگید. این باید نکته دیگر هم دانید، این هم قرآن میگوید هم علم ژنتیک میگوید. پسر و دختر شدن نسل وابسته به نطفه مرد بوده است، نه به نطفه زن. زن یگان نقشه بیچاره نداشته است. من رو از دکترها پرسید، از دکترایی که علم ژنتیک میخوانند و همین علم همین گویا که چیز انسان شناسی مشغول هستند، این پسر شدن و دختر شدن، این انتخاب جنسی فرزند به نطفه مرد وابستگی داشته است. قرآن هم خدا میگوید اینا که پروردگار میگوید من نطفه تمنا، من نطفه تمنا و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه تمنا. خدا میگوید پروردگاره که پسر و دختر برای شما آفرید از نطفه که ریخته میشود. تمنا به معنای ریخته میشود. در سوره لاقصی هم هست. اکنون نطفه که ریخته میشه نطفه مرد است. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفه اذا تمنا. ما نظام دارم. خدا میگه پسر و دختر شدن از نطفه است که در رحم ریخته. نطفه که ریخته میشه نطفه مرد است. بیچاره زن نطفه ریختگی نداره، از جانب مرد نطفه ریخته میشه در رحم زن. پس پسر و دختر شدن به نطفه مرد وابستگی دارد. حتی علم ژنت هم میگه نطفه مرد گاه ایگریک و گاه ایکس میشده است. این زن همیشه یک خیل بوده است به صورت ایکس، اما این مرد گاه ایکس و ایگریک میشده. اگر رفت و هر دوش ایکس و ایگریک شود میگن پسر میشود، اگر هر دوش ایکس شود دختر میشه. خلاصه این مرد به وابستگی دارد. اجازه فراموش شده کمتر همین چیزاش، اما خدا میتونین از کتابا یا بتون از اینترنت هم میتونه پیدا کنید. پس وقتی که در خانه دختر تولد میشه احمق از مرده که زن بیچاره رو متهم میکنه، زن بیچاره رو عتاب میکنه تو برای من دختر کردی. نه، تو برای وی دختر کردی، وی برای تو دختر نکرده. تو برای وی دختر دادی، تخم دختر کاشتی در زمینی وی، تخم پسر میکاشتی پسر میشه. این هم دانسته بونه. حال بسیار آدمان حد زنها رو سر دادیم به خاطر این. خیلی خلاصی کلام این ضیافت اخیر گفتم یعنی ضیافت شکر است. بنابراین پیغمبر خدا بودن وقتی که در کدام خانه که فرزند تولد شد در شکرانه این ضیافت باید همین در شکرانه این نعمت ضیافت عقیقه کنن. این عقیقه شب نیست توی کلام کن. حال در ما توی ختنه میکنن. این هم دونید توی ختنه اصلا اساس شرعی نداره. اساس شرعی نداره. ما در اسلام من سنت رسول اکرم کافتکاو کنه، سنت سلف صالح کافتکاو کنه. توی ختنه گفتنی، ضیافت ختنه گفتنی توی کلام میکنه در تاریخ اسلام گذشتگیش نیسته. همون ضیافت عقیقه هست. انا همون توی ختنه ما همین عقیقه های تأخیر شده است. همین عقیقه که باید روزای هفته های اول کنیم، همین جای ما بعد پسر 5 ساله شد 6 ساله شد و پدرش میگیره توی کلام میکنه. خیلی ضرر داره توی کلام میکنه. به هر حال اگر هوای در روزهای اول ولادتش کنه من به همین صدوقه خلاص میشه. حال محمد سعید برادر ما دیگه برای بچه‌ها دوباره توی ختنه کردن ضرورت نداره. کسایی که در خردسالی فرزنداتون عقیقه کرده دیگه در 5 سالگی و 6 ساله توی ختنه حاجت نیست. در همین 30 سال ختنه شون کنه. رسول اکرم گفت 7 روزگی ختنه کنه. بنابراین هفته‌های اول ختنه خوب. حتی جناب عالم در برآمدش توصیه داد که کودکان رو در خردسالی نوتولد شدگی نوزاده رو ختنه کنه تا که اینجا هم ترس نمیخورن، هم درد بسیار نمیکشن، هم گوشتی و چیزای در حال میچسبه، در حال جراحت هم زخم هم خوب میشه. از این خاطر بعدی که دیگه این 6 سال و 7 سال دیگه توی ختنه حاجت نیست. اون کسایی که عقیقه کردن در خردسالی توی ختنه دیگه حاجت ندارن کردن، دیگه نمیکنید دیگه توی نکاح جای. اما زمانهای پیش ما توی ختنه میکردیم خیلی برای بچه‌هامون. گویا که همین ضیافت عقیقه هوای هم به شرط نیت کنی. اما توی ختنه ها رو باید نیت کنی که ما همه عقیقه که کودک گردانمونده بود همونو من این روزا که با صورت توی ختنهش میگم نامش دیگر کرده ایستادم همون عقیقه است. خدا همه عقیقه قبول کنه از من گفته نیت کنه ولی ثواب نگیره.
اما در اون صورت دانسته می‌کنیم دخترای بیچاره به نصیب میمونن. برای که بچه‌ها رو می‌کنیم توی خدمه، اما دخترها دیگه توی خدمه نیست. برای من دخترها بیچاره از عقیقه، حالا که عقیقه هم برای پسر است هم برای دختر است. هر دوشت باید کردن در تو. اگر یه تشکیلی یک کسی نه صورت حقی پدریت ادا نکردی، تو پدری مقصر شدی. و یا مسئله دیگری که در عقیقه ضرور است، البته همون لحظه که تولد شد کودک باید در گوشی او از آن اقامه گفته شود. فهمیده؟ اینم یه سنت اسلامی. حتی مسیحیان ببینید کودکای نوزاد سال میبرن کلیسا، پاپ او رو موی سرش میشوید، آب مقدس قطعی. خصوصا کریستین میگن که خیلی میگن خلاصه میکنن همون. در دین ما بجای سرشوشتن و بجای پیش پا بردن، همون صاحب کودک پدر بابای وقتی تولد شد در همون زمین میگذارد، همون لحظه تولد از طرف راستش میگذارد عذاب میگوید، از طرف چپش میگذارد اقامه میگوید، تکبیر میگوید. برای چیه؟ برای که اولی مثلا کلامی که به گوش این کودک میرسد لفظ الله اکبر باشد، اسم خالقش باشد. اولون باره که این گوش کار میدارد، میده گوش یکی یک بار کشاده نمیشود، آهسته کار میدارم در گوش و چشم. این دخترها میگن اولین صدایی که اولین اسمی که میشنه باید اسم آفریدگارش باشه، همون خالقی که او رو در رحم مادر ساختش. الله اکبر، خدایی که بزرگ است از همه چیز، اللهی که بزرگتر از همه چیز است. و شهادتین است که در وی که خلاصه این برای تقویت ایمان، همون ایمان فطری کودک بسیار تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این شیطان میگریزاند. پیغمبر خدا گفت وقتی بانگ اذان میبرد شیطان اونقدر میگریزد که حتی بادش میبرد در وقتی گریختن، اونقدر اذان میترسیده است. بنابراین کسایی که از بانگ اذان میترسن اینا حزب شیطان هستند، از اون گروه شیطان هم که شیطان بزرگ پیغمبر خدا حدیث گفتند وقتی بانگ اذان شنود اون قدر دور میرود، هر قدر بره اذان زیادتر بلندتر گفت همون قدر شیطان دورتر میگریزد. اون کودک محفوظ میمونه اون یک چند لحظه از دستورد شیطان. خوب بعد از آن گفتن ضیافت عقیقه کرده در همون 7 روزگی اسم کودک هم مثلا چی اعلام میکنید، محفل که همسایه ها فهمند که در این فلان خانه یا مهمان نو تولد شد، اسمش فلانی هست، عبدالله هست، عبدالرحمن هست، نام محمد صالح های بهترین نام گذاشته. در نامگذاری ها همین دانید دادرای عزیز، خواه نام عربی میگذارید، خواه نام فارسی میگذارید، خواه نام ترکی میگذارید، خواه روسی میگذارید، فقط مضمونش صحیح باشد، مضمونش کفر آمیز نباشد، مضمونش شرک آمیز نباشد، مضمونش فال بد میگرفتگی نباشد، از او فال نگ میگرفتگی باشد. مضمون مهم است، اما زبان عربی و تاجیکیش مهم نیست. البته حضرت ترغیب کردن که بهترین نام عبدالله هست، نامی که به سوی اسماء الله اضافه میشد، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم. بعد از آن نام های مثلا من انبیا، من محمد صالح، پیغمبر خدا را مثلا اسمشان است با صفت صالح یا جایه، یعنی محمد شایستکار، محمد صالح، این هم بهترین نام است. حالی در دنیا از همه نام افزونترین نام، سرشمارترین نام رسول اکرم بوده است. این وقت این کلمات رو برآمد یگان شخصیت تاریخی، نه لنین و نه استالین و نه مثلا اینشتین و نه افلاطون و نه ارسطو، هیچ کدامش به اندازه نام پیغمبر ما در روی زمین هم نام نداشته است، هم نام نداشت، سرشمارترین نام. این هم دانستیم. و این چنین سرذکرترین نام در روی زمین با نام پیغمبری ماست. هیچ نام یگان شخصیت تاریخی را نه از پادشاه ها، نه از پرزیدنت ها، نه از عالمان، نه از شاعران، نه از داهی هایی که یه وقت حمد و ثناشان میخواندن، هیچ کدام اونها رو مانند اسم پیغمبر ما زیاد ذکر نمیکنند در کره زمین. چرا؟ ببینید حاضر در روی زمین زیاده از 2 میلیارد مسلمان هست. اون 1 میلیارد و 400 میگفتن، 400 میلیون سال 70 80 استاتیستیکش آمار شد. امروز آمار دانسته مونتون زیاده از 2 میلیارد مسلمان شده است. فهمیدید؟ اونقدر افزون شد شماری مسلمان ها. همین 2 میلیارد مسلمان اگر 1 میلیاردش هم نمازی باشد، 1 میلیارد او، ببینید هر روز ما چند بار در نماز اللهم صل علی محمد میگیم. ببینید 1 میلیارد هر روز چند مراتبه نماز میخونیم، در نماز ما درود و رحمت به پیغمبر ما میخونیم، اللهم صل علی محمد، اللهم بارک علی محمد. اذان گیرید، حالا اذان و این خطبه ها و ایناش میمونید،
از آن آخرین از آن اگر از در امریکا از آن خفتن گفته شود، امریکا هم کلی 6 میلیون مسلمان هست، ما رفته بریم سال 2005. آخرین از آن اگر در اونجا گفته شود اشهد ان محمد رسول الله، یه ساعت نگذشته ژاپن دو صبح میدمه با بامداد با مسلمان ها ژاپن اشهد ان محمد رسول الله، همونطور ساعت به ساعت آمدن میگیره. شرقی دور منو تاجیکی خمون دوله دیواستا و سخلینو همه جا نیا کنیم. آخر یگام لحظه، یگام دقیقه، یگام ساعت در کره زمین خالی از ذکر پیغمبر ما نیست. اما لنین ذکر میکنن، نمیکنن استالین ذکر میکنن، مارکوس انگلس ذکر میکنن، نه. بنابراین این هم پروردگار، این خدا قرآن گفت وعدش کرد و رسول اکرم وقتی که در مکه ظهور کرده بودن گفتن و رفعنا لک ذکرک، سوره الم نشرح ده میخونه پیغمبر تو از این گمنامی که در بین قوم تو قدرت نمیدانن، تو رو تحقیر میکنن، دیوانت میگن، مجنونت میگن، حرمتت نمیکنن، گپت گوش نمیکنن، در سر خاکستر میچوشن، سنگسارت میکنن، اذیت و آزارت میتین، غمگین نشو. ما تو را ورفعنا لک ذکرک، معناش ما تو را بلند آوازه میکنیم، نام تو را اون قدر میبرداریم که هیچ احدی در دنیا از تو مشهورتر نمیشود. هر جا نام الله برده شده در کنار و نام تو هست. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. در خطبه های جمعه، در خطبه های عید، در خطبه های نکاح، در خطبه ها همه جا. بنابراین محمد صالح بهترین نام انتخاب کرده برادر ما. خلاصه انتخاب نام هم یکی. انا من نام هایی که مضمونی بد داره، مثلا من نارقل میگن، نار این آتش میگن. پیغمبر خدا از اسم آتش حذر میکردن. بنابراین یه آدم که نامش آتش میگه حذر، حتی موسفیدان حذر نامش هم تغییر میدادن. یه آدم آمد حضرت پرسیدن که نامت چیه؟ گفت نامم غاوی. گفت پدر چی نام داره؟ گفت پدرم ظالم. ببینید ظالم یعنی ستمگار، همین نامی که انسان در فرزندش گذاره. غاوی یعنی گمراه. حضرت گفتن از این به بعد نام شما گفتن راشد ابن المقصد، نام خوشم ازش کردن، نام پدرشم نام خود راشد، راشد معنیش رشد یابنده، شایسته. پدر مقصد یعنی عادل، راشد ابن مقصد گفتن نامش تغییر دادن. بسیار نام را حضرت تغییر میدادن. از این خاطر نام را مضمونش اهمیت تیتون، نامی که مثلا دلالت بر مثلا من احوال بد کنم. حاضر من حضرت کی نام پدرم میگه حزن نام داشت، میگه سعید بن جبیر یا حکایه میکنه پدرم میگه حزن نام داشت و پیش رسول اکرم اومد. حزن به عربی اندوه هم میگن، یه دو معنا داره، یه معناش غم و اندوه حزن، یه معناش زمینی دشوارگذر میگن، یک بیابانی که سخت گذر باشد یا کوبارو حزن میگن. پرسیدن که نام چیه؟ باباش رسول نبیرش حکایه میکنه، باباش صحابیت نبیرش نه. بعد میگه پرسیدن بابام که چی نام داره؟ گفتن نام حزن. حضرت گفتن نامش تغییر گفتن نه، نام شما از این و بعد سهل. سهل این آسانی فراخی. که میگه بابام قبول نکرد، گفت که من این نام پدرم گذاشته است، گذاشته هم گذاشته، من با این نام مشهور شدم، من نمیتونم نام تغییر دهم. خلاصه حضرت پیشنهادش قبول نکرد. از همون روز میگه تا امروز همه عائله ما، خاندان ما از غم خلاص شدگیش نیست، از اندوه خلاص شدگیش نیست. میگه از فال از نام هوای فال بد در همون خاندان رسید. بنابراین نامای خوشمضمون خودتون نمیتونه انتخاب کردن از یه اهل علم بده این نام خوب برای فرزند ما انتخاب کنید. فارسی هم باشه بگذار باشه. این هم یه حق شرعیه. انا حق شرعی دیگه که این فرزند دارد خوب ختنه هست گفتیم. البته این تراشیدن موی امر مستحبه کنی اگر خوبه، برای که بینایی کودک بسیار فایده داره. حدیث آمده حکما هم میگن اینه، اما نکنه هیچ خیلی اشکال نداره. اما بالاتر از همه دادرای عزیز تربیه ایمانی، اخلاقی، علمی مثلا کودک است. یعنی این بارد اهمیت. همه پدری که مثلا خوب است در این تربیه، در این مثلا جبهه با معلومش خوب و بدیش، این ضیافت هم میتونه کردن. اما تربیه انسانی کردن، تربیه ایمانی کردن، فرزند خوب به دنیا آوردن، تقدیم جامعه کردن، این هنری پدر نشان میده. بنابراین بیشتر روی این اهمیتی. از این خاطر برای خاطر که فرزنداتون ایمانی شود، همین دونه فرزندی که مؤمن شود، مؤمن یعنی معتقدی به خدا باشد
باوری به خدا و به قیامت و به حساب بعد از مرگ و عذاب قبر و قیامت داشته باشد و هیچ وقت جنایتکار نمیشد و هیچ وقت خیانتکار نمیشد و هیچ وقت عاق والدین نمیشد، پدر و مادرش آزار نمیشد. اما انسانی که باور به خدا ندارد، باور به قیامت و عذاب قبر و دوزخ و جنت ندارد، به هیچی باور ندارد و به قول دستایوفسکی است که نویسنده مشهور روز وقتی میگه کسی که باور به خدا ندارد همه جنایت براش مباح میشه، همه جنایت دیگه و هیچی نمیترسد. چیزی که همین نفسش خواه او اجرا میکنه، فقط همین خیلی که در چشم مردم نمیکنه، در جای پنهان همه کار میکنه. در جامعه ممکن بعضی جنایت ها رو میکنن به خاطر که مجازات دارد، زندان میشود، اما در جای خلوت هیچی نمیگه این خیلی فرزند. بنابراین نه پدر و مادرش احترام میکند، نه از جنایت دست رو میگرداند، کجا که نفسش چیزی که کشد میکنه. من بعضی وقت بعضی واقعیات در تلویزیون هم میشینه، پدر بدبخت با دخترش خواه رفته، با دخترندرش خواه رفته، یا که برادر با خواهر. این نباید انسانی که به خدا باور داشته باشه این کارو کنه. این حتما کسی هست که اصلا یگون اعتقاد نداره به خدا. و این آدمی به خدا اعتقاد داشته که ممکن نیست این خیلی اعمال زشته که حیوان حتی از این نفرت میکنه و مرتکب شود. بنابراین بچه‌هاتون تربیت ایمانی کنید. از این خردسالی برای رسول اکرم گفتن کودک وقتی زبان میگیرد گفتن میخونه شما تقصیر مسجد میری. من نماز کوتاه میکنم. برای حضرت گفتن که وقتی که زبان میگیره حرکت کنه، اسم اول در دهان کودکتون الله بذاره. الله 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 افتحوا على صبيانكم اول كلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که این مثلا کلید اسلام است، باید تعلیم داده شود. 6 ساله که شد 7 ساله شد آداب نمازخوانی و وضو گرفتن به بچه‌هاتون تعلیم چه از 7 سال. در باب اعتقادات و ضروریات دین صحبت کنید، هستی خدا رو براش فهمونید. بچه‌م گفتم نمی‌دونی در خانشش این عالم هر چی دارد ساخته خدا هست، آفتاب خدا ساخته است، مهتاب خدا ساخته است. این میوه هایی که مثلا در روی دسترخوان می‌بینی همش از تاثیر حرارت آفتاب و نور آفتاب و همین است. اینها هم با قدرت خدا پیدا شدگی هستند. من خودت هم در رحم مادر خدا ساخته گشت. گفته از خردسالی باید با خدا و آشنا سازید. بعد از اون فهمونش که انسان بعد از این دنیا در این دنیا چیکار میکنه، بعد از من حساب کتاب داره. اینا رو گویش انسان فرزندی که به خدا باور کند و فرزند هیچ عاق والدین نمیشه. خوب بعد از این گفتن بعد تعلیم مکتباشون، درس‌های مکتبیشون اهمیتی، بچه‌هاتون رو به ثواب میکنید. پیغمبر خدا گفتن یا روایت، البته روایت صحیح نیست که مضمونش صحیح است، که هلاکت امت من گفتن در جهل و نادانی است. یعنی ما مسلمان ها ایروی چی امروز گرفتار کافرها شدیم، پامال گرفتار کافرها شدیم، برای که در علم عقب موندیم. مثلا در علم دنیوی عقب موندیم. علم دنیوی و دینی یکیش حلال و یکیش حرام، یکیش عبادت و یکیش معصیت نیست. علم دین و دنیوی همش مال خدا هست، همش به خاطر خدا کنی، همش عبادت هست. همین دنیا رو هم خدا آفریده است. علم دنیوی همه قانونایی که خدا در این طبیعت حاکم کرده همین ما می‌آموزیم یاد میگیریم. چرا علم دو تقسیم کردن؟ خدا رحمت کنه گذشته ها را که همین کار کردن، همین بسیار تأثیری بد در تاریخ ما رسانید. مسلمان ها عقیم موندن از اروپا. ولی والله وقتی ما مسلمان ها سینا داشتیم و بیرونی داشتیم، اروپایی در خواب غفلت بودن. کنی یک عالم یاد که هم اصل سینا و بیرونی داشته باشن یا برعکس گویا اونها از همون اندلس اسپانیا که ما مسلمان ها در اندلس 600 سال قریب دولت داری کردیم از ما صاحب علم شدن، خودشون اعتراف میکنن. گفته علامه اقبال حکمت اشیا فرنگیزاد نیست، اصل او جز لذت ایجاد نیک اگر بینی مسلمان زاده است. این گوهر از دست ما افتاده است، این گوهر علم از ما دست اونها رفت. انا امروز ببینید امریکا با یک کشتیش میگه کشورهای ما رو ضبط میکنه، اولیانیسه سواری میکنه، خودش در اون گوشه دنیا هست، میبیا کشورهای ما رو بمبارون میکنه، حتی ارمیش میداره استیلا میکنه میگیره. چی ما رو مغلوب کرد؟ همین از علم دور ماندن. بنابراین بچه‌هاتون مکتبا رو تعلیم، من از جناب یارم خیلی مکتبا رو وسیله های تعلیم خوب کرده، شرایط تعلیم خوب کرده برای بچه‌هامون. بنابراین خواندن مثلا علم دنیوی رو بچه‌هاتون ندید. علم دینی رو خدا در خانه‌هاتون آموزونید. هر کدام یه مدرسه در خانه کوشایتون.
ضروریات دین حرام و حلال و بال و ثواب معصیت و گناه رو خلاصه فهمونه چی در دین ما حلاله چی حرامه. والله اون سخنهایی که در خردسالی شما کودکاده بگه مثل نقشی در سنگ میمونه ذهنش. اون پدرم در خردسالی گفته بود عرق حرامه، نوشیدنش حرامه، دزدی حرامه، زناگاری حرامه. این میمونه. لیکن نگفتی اگر دمش نزدی یا گفتی ضرر نداره دزدی کردن گیر. حالا حکایت میکنن یا دزدی از زمان در عصر اسلام دستش به خاطر دزدی خواستن بگورن، دزدیش قپیدن، موافق شریعت دستی چپش از این بعدی دست جدا میکنن، جزای مجازات دزد مینه. بس حالی در وقتی که مجازاتش میکنه حرف آخرین رو گفتن گپ زن. همیشه آدمای متهم حرف آخر میتونن برای گپ زدن. و گفتن چی گفتگی داری؟ گفتن یک سخن دارم میخوام بگویم. گفتن بگو. اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی. گفت خواهش میکن زبان مادر من پیش از آنه که دست منو میبرید زبان مادر من ببرید. گفتن مادر چی جرم داره دزدی تو کردی؟ گفت برای که من خردسال بودم اول دزدی از تخم شروع شد، از تخم دزدی من از خانه همسایه تخم دزدی آورده، همین مادر بود من تحسین کرد، آفرین کرد و شب آفرین بارک الله تو رزق خود پیدا میکردگی شدی. ما همون وقت دیگه به این کار شروع کردم. اگر اون روز مگه مادرم گوش منو گوشمال میگفت که بچه‌م این از کجا آوردی؟ مال کی است؟ بعد در جاشمون گفته امر میکرد شاید من دزد بچه نمیشدم. بنابراین این تربیه که در خودسالی میکنیم مانند نقش در سنگ میمونه. انا شما اگر خودسالی دین دزدی و اینها رو که به بچه‌ها هشدار دید که نکن و انشالله نمیکن. هر وقتی که همین دزدی رو پرو شد گپ شما در گوش صدا میته که پدرم وقتی در لب دسترخوان منو تنبیه داده بود من باید این کارو نکنم. خلاصه تعلیم علم بسیار ضرور است. بچه‌هاتون در مکتب‌ها خانتون و یک جمله حضرت علی نقل میکنن که العلم سلطان من وجده سال و من فقده سیل علیه. هر ملت و هر کسی که علم به دست بیاره او یک قدرت و یک قوه و یک نیروی به دست میبرد که میتواند حمله بکنند. اما وقتی که از دست داد دیگران بر او حمله میکنند. من امروز هم شد ملت اسلام علم دنیوی را از دست داد، من نکن دیگران بالاشون حمله کردن. بسیاری کشورهای اسلامی ببینید پامالی مثلا چی قوه‌های اجنبی هستند زیر کار گرفته و اونجا بوسکشی دارن برای منفعت‌های خودشون چیکارهای کردن سازی. از این خاطر بچه‌هاتون مثلا مکتبات و درس‌های دنیویشون اهمیت همیشه صاحب علم کنه، صاحب دانش کنه، صاحب استعداد کنه، صاحب هنر کنه. اون سعدی در بوستانش یه نصیحتنامه دارن. حضرت میگه بیاموز پروردن را دسترنج یعنی کسب هنر. وگر دست داری چو قارون بگند. اگر چه مانند قارون باید میلیونر هم که باشید فراموش نکن. نگو که اول پولم قدرت دارم که 7 پشتم خوره میرسه، بچه من میرسه نبرم و میرسه گفته گم نزن. بلکه بچه میگه کسب هنر آموز، علم این دنیا آموز، یک برای زندگیش که پگاه خور نشود. با پایان رسد کیسه سیم و زر نگردد تهی کیسه پیشور. برای که این سیم و زر رو تمام میشه. بسیار بایار دیده من سالهای سلطی باید بدم بعضی بسیارا حاضر مفلس و قرضدار هستن. اما وقتی که پیشور باشه صاحب کسب و هنر باشه مالی به کسی دزدیده نمیتونه. بعد آخر به چی میگه حضرت؟ چی دانی که گردیدن روزگار با غربت بگرداندش در دیار چو بر پیشه باشدش دست رست کجا دست حاجت برد پیشی کس. تو میگه قضای الهی از چرخش فلک چه خبر داره؟ ممکن یه روز بشر میگه غریب میشه مسافر میشه. من امروز هم 2 میلیون بچه‌مون غریب و مسافر در روسیه است. چی دانی که گردیدن روزگار با غربت بگرداندش در دیار یا دیار بیگانه غریبت میکنن. چو بر پیشه باشدش دست رست اگر اون یک کسب و هنر داشته باشه یا زبان انگلیسی و روسی رو میدونسته باشد کجا دست حاجت برد پیشی کس. هیچ وقت وقتی مرتضی دراز نمیکنه من یاردم کنه بود خودش روز میگذرانه. بنابراین قارون هم که باشه میگه بچه تو کسب و هنر آموز. همین نصیحت ها رو انشاءالله حلقه گوش کنه انشاءالله فرزنداتون هم دنیاشون آباد میشه هم آخرتشون آباد میشه. حضرت علامه اقبال هم میگن با پور خش دین و دانش آموز. بنابراین هم علم دین آموز هم دانش دنیا را. مانند یک پرنده که 2 بالا میشه 2 بالاش کنه. یا بالا که شد اگر فقط علم دین آموز دنیا نه و هم مثل پرنده یک قناته و فهمید چی میشود گربه میشود خار میشود. 2 بالا که شد و به مقصود میرسد پرواز کردن. با پوری خش پور گفتو فرزند میرسه علامه اقبال با پوری خش دین و دانش آموز کتابت چون مه و انجم نگونش که مانند ستاره درخشان شود.
به دست او اگر دادی هنر را و بچه اگر هنر رو کسب آموختی یدی بیضاست اندر آستینش، مانند یدی بیضای حضرت موسی صاحب معجزه می شود. یعنی میتونه رو گذراند. انشاءالله امید دارم که همتون در خانه اکو کسایی که فرزند تربیت میکردی اینو دارن علاقه فرزنداشون یا این بابا فهمونن. خدا دعا کنیم پروردگار از این مجلس خیر بشه. خیلی طولانی شد. پروردگار هر اجر و ثواب و ثمره که حاصل میشه در طبقهای نور این صحبت خداوند ثواب بشه به روح اول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بعداً به روحات جمیع گذشته های محمد سعید و ای خاندان و کل کسانی که در اینجا حضور دارن گذشتهان ایشان هم خداوند برساند، گوراشان از این هدیه های نورانی پر نور و منور گرداند. این محمد صالح هم که این شب جشن خرسنده ایشان خداوند عمری دراز و تن صحت و توفیق طاعت و عبادت پیروی از قرآن و سنت نصیب و روزش گردد، مانند هم نامش بارن که به امید مثل محمد صالح پردر خدمتگار اسلام و داعی به سوی اسلام شود خداوند به اون مرتبه برساند و با خرسندی های آینده شهر محمد سعید ما همراه همسرش یک جای استقبال نماید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سلامت محل سباباتون رو گویا کاراتون اگر بخستگی باشید شاهنشاه حدیث سراحتنا حضرت نهی کردید پروردگار میشه ملک الملوک. ملک الملوک یکی از اسم رسول اکرم گفتم خوب که جمشید و فریدون اینا رو چیزاشون رو بینیتون معنای لغوی شده. فریدون این مضمونش درست است، مضمون غیر بله شخصیت های تاریخیشون ممکن آدمای منفی باشن اما یک تاریخ یک نام به خاطر یک آدم بد افتیدنش اون نام افکار می‌نویسن با اسم محمد. و بعضی آدما رو می‌دونن که بدبختی کرده هستن روسیایی کردن از دید مثلا اسلام کار کرده معلومه رو که اسم محمد ما کار بردن که فلانی این نامو بدنام کرده. ببینید مضمونش اهمیتی تو خورشید من اینم ضرر نداره، نام خوبه، خورشید روشنایی است. خوب فرهاد هم لغتات همین معناها هستند دیگه، اما هر کدامش میتونه از لغتنامه مضمونش یا بهتون خودتون معین کنید. تا حد اعتدالش فایده هست ولیکن از فایده زیاد که شد و میشه اسراف. مثلا من فرض میکنم که ما فرض میکنم یا سیب برای تو فایده داره وقتی سیب دویمی که خورده این میگن دیگه اسراف. در بعض هیچ فایده نیست. مثلا من فرض میکنم یه پول یا شخص میگیره یک دو گوگل خیلی در میگیرونه میپرتد این میگن بذره این چون از سوزاندگی نمیشه اون چه فایده برای او حاصل شدگیش نیست. این بنابراین اینو بذر میگن. بذر بدتری از اسراف است. اسراف مثلا حدش کمتری از بذر. بنابراین خدا این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین گفته داره و این گویا که هیچ فایده برای خاطر همون شخص نیست، همون چیزی که میکند یا اون چیزی که میکند یا همون پولی که مثلا در یک کار خرج میکند که اون فایده برای آید نمیشود این میگم بعد. اما اگر افسون مثلا من یا آدم لباس میپوشد خوب مقداری همون ضرورتی که بدنش پوشیده میشود اینش تو اسراف نمیشه. اما اگر از حد زیادش وقتی که از حد اندازه اعتدال زیاد شد باید اسراف میشه. بنابراین اسراف ترجمه زیاده روی میگوید. اما بذر معناش ضایع کردن، تلف کردن. هر زادرچی در تاجیکی اسراف کردن. این ناس سیگار اینا در مبذرین ندارن. بله برای ناس همین دون حکم ناس و حکم سیگار که از تنباکو ساخته میشود در حکم کراهیتش اتفاق است. همه علماها جمهور اینا مکروه میگویند. بعضی حتی مکروه تحریمی میگویند. اما در حرامش بله اختلاف هست. حرامش را بعضی ها حرام میگن بعضی ها حکمش حرام میگن چون برای حرام میگن نص قطعی در کار. این ناس و سیگار و تنباکو در عصر مثلا ائمه مجتهدین نبود، در عصر امام اعظم شاگردای امام اعظم در عصر رسول اکرم اینا بعد برام دیگه هستن. بنابراین این حکماشون با قیاس علماء معین کردن. حدیث من سیر و سیر پیاز حضرت گفتن من اکل البصل و من اکل الثوم و البصل فلا یقربن مساجد را. این بعد از این یعنی آیت ولا تسرفوا می‌دارن
اینا حرام لغیرهی میگن، یعنی علتهای خارجیش خیلی. چون بعضی‌ها دلیل میکنن که این از گیاه هست. گیاه میگن در صورت حرام میشود، علف در صورت حرام است که از این دو علت یکیش در اون باشد. یکی مست کننده باشد مثل مواد مخدر. اگر مست کننده باشه قطعا حرام است. چون در او خمر میگیره. یکی میگن زهر قتال باشه. زهر قتال که آدم کشه. این صورت هم برای حرام است. اما وقتی که از این دو علت یکیش نباشد ما علف نمیتونه حرام گوییم. مثلا من بعضی علف هایی که اصلا گم میکنه اگر آدم خودروه ما نمیتونه حرامش گوییم. برای که در نه مست کننده است نه قتال. اما زهر قتال باشه با تجربه ثابت شده باشه. اکنون در تنباکو برای زهر هست. برای که همه پشت قطعی های سیگار رو می نویسن که سلامتی میزن. لیکن زهرش قتال نیست. زهرش به تدریج انسان رو میکشه. نه یک باره. بنابر خاطر همه حکمش با فقها به خاطر همین علت‌هایی که بدبو هست، باعث اذیت رفقا میشود، باعث اذیت مثلا فرشته‌های رحمت میشود. این چنین اسراف مال، تضییع مثلا هم خود ضرر بر جسم انسان است، لا ضرر ولا ضرار، این حدیث هم می‌دارن. و همین خاطر با حکمش با کراهت تحریمی میبرن. اما وضو نه ناقض وضو دیگه مسئله. این شما دونید. ناقض وضو ده پیغمبر خدا گفته الوضوء مما الصوم مما دخل و الوضوء مما خرج. یه حدیث هست. روزه گفتن هر چیزی که واردی معده میشه میشکنه، واردی دهن حلق. اما وضو از هر چیزی که بدن خارج میشه میشکنه. بنابر خاطر همین من خون میگرد از سبیلین ای دو هر چی گرد خیلی ناقض وضو از غیر دو از دیگر عضوهای بدن مثلا یه چیزی که برات که نجس باشد مثل خون، ریم، زرداب خارج شود میشکنه. اما از چیزی که داخلی بدن میشود در این باره ناقض وضو نیست. بنابراین نوز هم مثلا کشیدنش اگر رفته شخص وضو داشته باشد این حکمش ناقض وضو نیست. اینم دونه تو یقین. با خیال نکنید که وقتی ناقض وضو نباشد معلوم میشد کشیدنش باکی نداشته. نه، حکم کشیدن چه گفتن مکروه تحریمیه، حتی بعضی‌ها حرام می‌دونن. دامولا اکرام چه گفتنی؟ این دامولا در زمان امیرالمومنین گذشته یه رساله داره ایقاظ النائمین و ایناس حرام می‌گوید. و من اون دلیل قول نه ولا تصرفو گفته ولا تو بعضی مفتی اکرام چند دلیل. من علماهای سعودی هم همش علمای امروزی سعودی و مثلا من کشورهای عرب همش سیگار حرام میگن اینا. فهمیدید؟ اون دلیل‌های حرامش لغیرهی میگن به خاطر نفس تنباکو نه، به خاطر دیگر ضررهایی که داره، ضرر اقتصادی، ضرر جسمانی. اما حکم ناقض وضو بدونش دیگر است. برای که در کتاب ها میگوید که یه شخص این در فتواهای قدیم هست، من عالمگیری هم داریم فتواها دسته، یه شخص میگوید وضو دارد یه جا ششتگی است، یه ظرف ده آب است، مایع عیده خلاص خیال کرد که آب است، همونو گرفت دهنش رو نوشید، حقش طرف و یکی فهمید که شراب بوده، خمر بوده. خود بسیار خمر رو به صورتی آب که بعد نوشیدن فهمید که خمر بوده است. یا میگن گلوش گرفت، یکم چه حرقش رو درمون برای خاطر که نمورد خلاص و بوده همونو نوشوندن، حرقش رفت. و یا میگن وضوی همین شخص میشکند یا نه، نقض وضو شد یا نه. میگن نگاه میکنم اگر رفت همون یه جرعه آب که حلقش طرف مستش کنه، مستدون حدش از کجا میدونه؟ وقتی از جاش خیزه دیگه موازنات گم کنه، کلیده نگرده وضو شکستگی. اما رفت اگر مستش نکرد اون صورت رو وضو به جا شد، فقط دهانش آبگردان میکنه میشوند نمازش میکنه. نوز هم همین حکمه. کسی که نوز بره وضوش میشکنه، کسی که نوز نبره باید حتما قبل از نماز دهانش شستشو میکنه تازه بعد نمازش میکنه. لیکن اون نوز کشیش و عمل مکروه شد یا عمل حرامه، اون گویا که همیشه یک گناه قطعی شد، دائم گویا معصیت کاره، گویا فاسقه. این شلدون تو گناه مکروه آدم فاسق میشه. تیفل در دست گیرش از آن روزا میشه؟ لبه تیفل نوزو بله در دست گیری اگر میشود اون صورت در طرف راستش مثلا در زمین مونه بهتره، پشت طرف قبله دراز میکنی، دستم طرف قبله پشت طرف قبله باشه. باید حضرت یک سوال دیگه همین از چیزی که آمده سهرها بانده ده یک 5 نفر خطور رنده بعد نماز صف هم که خیلی صف کست
مثلا این عادت شدگی هم که سلام کنه اخیرتا همش میگذرن هر روز جویز است یا مراتبه میشه آخی هر روز با یا هر نماز داره نه هم فقط با اون روز خیزران داره یک برو که سلام این از سنت اسلامی پیغمبر خدا گفتن هر وقت یک دو مسلمان با هم ملاقات شه بود و سلام کنن با خصوصا وقتی دستای همدیگه رو میفشارن از گناه ها میریزه گفتن فرق نداره شما یک روز به همین زیارت به همدیگه یک بار میکنید 10 بار میکنید هر وقتی که ملاقات شدید سنت به همدیگه زیارت کنید یا سلام مثلا علاقه دستی هم نکنید سلام مثلا قولی کنید خوب که باشد فرق نداره در داخل مسجد هم یه مراتبه باشه ضرر نداره من کی علامه امام نووی اما خدای محدث بزرگ در شارح صحیح مسلم شرح کردگی ادعای رساله دارد علامه شامی در رد المحتاج اینا اجازت دادگی هستن فقط همین خیلی هر نماز به عادت نکنید کسی که خواهد کنه کسی نخواهد برای روایت ضرر مشکلی نداره حتی کتابای ما میگه من از دو آدم صحبت کرده رفته شدیم بین یک دیوار برآمد شما اون طرف دیوار اختیار من این طرف دیوار با بعد دیوار تو میزن با همدیگه رو پروشیدن با السلام علیکم با صحبت تا فتوا هستش اینا برای من ضرر نداره اشکال نداره یا بر کنن ضرر نداره اما همش عادت لازمه بر خود واجب ندونن این عمل مستحبه کسی نکنه او رو مذمت نکنه تو کسی کنه یا مراتبهش اشکالی نداره خوب سوالات هم باشه ما باشه خیلی میشه ما رو رخصت چه ساعت شما عذاب میتیا اذیت میتیا مثلا